سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امروز اومدیم با یک ریت اوپنینگ برای انفور لیزارد بدون معطلی برو بریم وارد 10 تایی روزانه. لایک و ساب یادتون نره اصلا که خیلی که ریت اوپنینگ جذابیه. تا تهش حتما ببینید. 10 تایی اول میخوایم بزنیم، واقعا باور نکردنی بود این ریت اوپنینگ چند شب پیش ما. برو بریم یه 10 تایی اول ببینیم پابجی امشب با ما میسازه یا نه. با 7K UC اومدیم. اوکی، 3 تا متریال برای شروع خوبه. متریالم واقعا لازم دارم برای آپگرید کردن انفور لیزارد. واقعا که از بهترین انفورهای گیمه، واقعا یکی از نایس تریناست. 10 تایی دوم برو بریم که هیچی نمیده. پابجی امشب با ما سر ناسازگاری بر ندار. ما 7K بیشتر نداریم، همینو داریم. یه اسکیپ هیچ نمیده، ولی مینی متریال یه دونه میده. برو بریم برای بعدی رو میزنیم و باز هم هیچی نمیده. یعنی این پابجی اگه گذاشت ما 1% هیجان بمونه برامون. 10 تایی بعدی برو بریم که یا ابوالفضل ایوجی 8 لوله رو ما کشیدیم بیرون با 5 تا 10 تایی ایوجی کشیدیم بیرون. برو بریم، همینو میخوام. یه 10 تا بک تو بک خوش شانس بودیم که هیچی نمیده. داره اتچمنت های ایوجی رو میده. بچه هم میبر جرم دادن، هی میگن ایوجی رو بگیر دستت. ما هم گرفتیم دستمون بالاخره ایوجی رو. خداییش هم خیلی خوشگله، واقعا خیلی نایسه. برو بریم خود کریت. ما هدفمون یه چیز دیگه است. اینجا برای ایوجی نیومدیم. پابجی بده به من لیزاردو. هنوز یه سنگم نگرفتیم. حتی اینجا یه دونه رو گارانتی میگیریم. خیلی هم عالی. 3K و 700 تا برام مونده. یعنی واقعا میتونیم 2 تا سنگ دیگه رو بگیریم. 10 تایی بعدی ببینیم چی بهمون میده که توش موزه، واقعا مثل که موزه. 10 تایی بعدی 10 تایی که شاید یه سنگ به ما بده. این تو بالاخره لامصب که میده 2 تا میری متریال مولوتوف و سنگو با هم میگیریم. یعنی برو بریم سفید کی بودم. 10 تایی بعدی دیگه یه موتور. واقعا انتظار داشتم الان بگم دیگه هیچی نمیده. پابجی مهربان شد با ما. پابجی مهربان. همه تو کامنت ها بنویسید. یه اسکیپ که هیچ، اصلا اسکیپ برا من جواب نمیده، نمیدونم چرا. برو بریم 10 تایی بعدی که یا امام حسین 2 تا سنگ با هم، موتور سنگو با هم گرفتیم. تموم شد. انفور لیزارد. اصلا اول یه بار زدم روش کنسل کردم، دیدم درست دارم میزنم. وای پابجی مهربان. همه تو کامنت ها. برو بریم 10 تایی بعدی. همینو باید بریم. آخه ما اینجا سنگ شکستم لازم داریم که متریال بگیریم حتما. 10 تایی آخره بزنیم. 4 تا هم به ما بده، یه دونه متریال ما اوکی کنیم و انفور رو یه لول بهش بدیم. بزنیم یه 10 تایی دیگه که خدا رو شکر میده. آقا اینجا ما 141 بار گردانه رو پر کرده بودیم و 150 بار یه دونه متریال گارانتی به ما میداد. اینجا هم حالا به اشتباه اول همه اینا رو کالکت کردم، یعنی سنگم شد سنگ شکسته و بعد حالا 2 تاشو با هم زدم و 2 تا متریال رو گرفتیم و واقعا گفتیم آقا ارزششو داره که یه یوسی شارژ کنیم بیایم و اون یه دونه متریال
گارانتی هم بگیریم. اینم موتورش دانلود ندارم ولی واقعا خیلی موتور خوشگلی بود. 3 تا متریال اینجا داریم. اینجا انفور یه لول بهش میدم 2 میشه. یه متریال هم گارانتی میریم 500 تا یوسی شارژ میکنیم و میایم میگیریم. به 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 این الیمینیشن اسپیشال افکت. برو بریم روسیا شارژ شد. 10 تایی اینجا داشتم تمرکز میکردم. یعنی یه جم بگیرم یه متریال لول 3. آی واقعا یعنی جدی بهم میده. خدا وکیلی و خیلی سفید باشی. تموم به این سفیدی. این دیگه تهشه. با 7 5 تا متریال، یه M4، یه نمیدونم موتور، یه AUG. کیا دیدید با 7 انقدر براتون آیتم در بیاره؟ وای که تو شب اول ما لول 3 کردیم. واقعا یه حجم بزرگی از یوسی برای کیل مسیج از رو دوش من برداشته شد. آقا بنازم به این ادوانس فرم جذاب. انشالله همه تون یه روز بتونید این گانو داشته باشید. مرسی که تا اینجا تماشا کردید. دم همه تون گرم. میبینمتون تا ویدیوهای آینده. فعلا خدا حافظ.